توجیکستان مقصد کی امی گروه های سیاسی 24 همه همیایی که گپ میزنن برادر جان همه همیو دا مقصد گپا اینو را ما 100% قبول دارم 100% قبول دارم چونکی چیزی که هسته میگن حقیقتا نه که عمل شونده باور ندارم الماس تمارا چخیل میفهمی نمیفهمی با میگم گپا شونده گپایی که میزنن نسبت توجیکستان قبول دارم 100% عملی که دارن بعد پس اکرانی که مثال عمل دارن باورشو ندارم مسئله توجیکستان هم میگیریم برادر خیانت با دولت با ملت اینا تنها اویلای کمکاکای نه که در هر یک وظیفه که هر کس مقرر کرده باور کرده بونده انا ای برادرها خیانت به این ملت به این دولت این ای برادرم که این همینجا کدام برادری هست ببروی مرا در کدام سوحه که گپ زنه ما دلیل دارم الماز دلیل در کرامی جناب اولی اویله جناب اولی ده همه ساختارو دانی دارم یک 6 تا تلفن دارم الماس تلفن ای مسکو خریدگی تمام ساحه در اومدم دیدم خیانت اگر همه امیرا جناب اولی اگر بدونه ما باوری دارم که همه ایرا کنه تا پاژیزن محکم میکنه کارایی که در توجیکستان برادر عزیزان همونجا بیست انا هی ما میخواهیم که هی من خودت ببرویم همون کمبدی جامعه را بگیم همون جناب عالی همینه دوغوری بکنه الماس یا که دوغوری بشه و رحمانو یا که استعفا بده بروه دوغوری نمیشه الماس التماس برادر ما 34 سال دارم درنی ما بود چیدگی ای غم برای که کدام مسلمانی که اگر رحم دل نیست کدام مسلمانی که اگر ایمان نداره و رحم نداره که وای مسلمان نیست ما دلم برای وطنم دلم برای ملت میسوزه ما ملت ما وطن ما دوست میدارم نه که در وطنم این ای کمتیه کو ببخشین مرا تماما حرف نزنه که چیز در داخل توجیکستان در کدام ساحت گشته در کدام ساحت در آمده گپ زده مرا گفتی اینمی ترا میگم که تیا دپگانه برادر عزیز همین مای بزرگ چی در کنه همین یک از طرفدار رحمان و یک از طرفدار مخالف مثلا یک از به طرف خواهش میکنم همین اداره همین صحبت عمل ندارم اداره بکنم صحبتاتون داشتم برادر عزیز الماز امو اسدلو را برو من سوالش می برادر را بعدش میکنه یا برو سما برام وقت نه به داشتم اگر صحبت کنه برادر عزیز نه هیچ که داشتم نمیکنم می بخشی نگاه که برادر من میدونی برای چی میگم یورا یا این کارا میکنن که یورا رستم امام علی اسماعیل یورا جناب اولی ببینه یا یک نطری چخیل بگم یورا ببینن که یورا یگان وظیفه یورا در یگان کار مشغول کنن یا باید نطری بلند شون یا این همی قدر ای پشت اکران کو ما برادر جان با میگم که 34 سال دارم بود چیدگی این برای که من هم همی را عقب زدم نه که من یگان کس نه در تیک توک پارت افتم نه در یوتیوب الماس جان این ما جناب اولی در تیارم فقط با یک شرط که اگر صدای ما را بشنوه ما را نتای ببرویا بگه که تو بیا ما تا یگان گپ ندارم ما تا یگان کار نمیکنم انا 6 تا تلفن ما میتم درباره امنیت درباره کارهای داخلی مدافعه دکترا معلمو دانشجویو در کدام ساحه بگین همه عمر ما دنمی رو گرداندم ما فقط نمی گشتم کار کردم عقب دیدم با میگم که به هر رو خدمت داخل کردم به هر رو ما ایرا فقط خداوند میدونم ما خدم تلفن‌های زبسوما مرا فقط خیلی جناب یولی اوورنستی بگه که تو ببرو دکازات که ما تا یگان کار نمیکنم ما باور میکنم چون که ما باور نمیکنم نامردی رفته سدای دنیا اوزی ما میبرم ما یک مر ترما میرم ما چی در کار ما پشتیو ترما میرم بگنو چیزی که حقای چیزی که حقی اگر با میگم الماس الا کرون کنه برادرای عزیز
ما اگر شما در یک نم خیلی یک پرچه یک نم تاری کور اگر ایشان تون بتم شما هیچی را گویال دیدگی نیست نه که اگر چیزی را کار ببینیم بیمار میشین برای که شما هم همون میدونم توجیک مسلمان توجیک بناموس توجیک تاریخی کنه داره ما اگر هر یک کوریو را ببینیم اینا ما دیدم ما اوج خدمت دامی غام زاده کردم ما کشکی نمیدیدم نه که در ملیسا هم زدم در امنیت هم بردن در تمام جا ما را زدن ما یگانجا شکایت نبرم فقط بر اومدم که قطعی همی اویلا یا برگا بزنم صدای ما را بشنوه نه که گیجایی که حرف زدم بردن مردانی ما را زدگی هم ما دکتر را قاپیده جهان تشکر برادر عزیز ما وقتمون کوتاه چند دقیقه دیگه وقت داریم در استودیو چند نفر هست اینا قبول میکنیم برای که یک سخن دیگه تمام یک سخن دیگه التماس بله توجیکستان عزیز هر یک کدام شما را در منصب در وظیفه باور کردگی شما را خداوند سودی شما فکر نکنین که دنیا شما سود دارین پروکرور دارین چه خیلی که میخواین که خداوند سودیه های داره پروکرورای داره هر یک کدام شما در بالای کرسی میشینین در بالای وظیفه میشینین شما سر خم کنین اول فکر کنین که شما را ملت انتخاب کردگی در این وظیفه بوندگی شما باید برای ملت کار کنین شما باید غم ملت بخورین شما باید برای ملت کار کنین نه اینکه برای نو خطون برای زندگی و سمیه خطون همه شما را ویدیو کدگیم در کابینتاتون درومگی مراجعات شهروندو قطعی درومگی خدمت رالا کگیم همه شما را معاملاتون قطعی شهروندو سینیونکا دارم کامرا دارم در کارهای داخلی در امنیت در تمام ساحه تاجیکستان ناعدالتی ای صدای ما را بگذار بشنوند ما این همه قگاب داشتم تشکر زیاد انشالله که میشنوان صداتا خوب برادر زنده و سلامت باشین خدا نگهبانت خب برادران گرامی قدر ما را تا 600 نفر تماشا داره ای فیسبوک ای تیک توک ای یوتیوب خواهش میکنیم برادر عزیز ابونه شوید در برنامه ما لایکاتون رو بگذاره که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده خب میریم به سر کی را اسدالله علی خب سلام علیکم اشون اسدالله امی آخری برنامه قطعی خداد یک 15-20 دقیقه انشالله صحبت منیم اصلا خداحافظی منیم ما پایورق حالیم شده دقیقی بودیم سری راه شگریشتن تمام که برفت دیگه چیزی کی هست اسدالله سلام علیک او اسدالله میشنوی آوازی ما را اقبال خیلی ای اوچه من خط گم نظر محمد ای بچه اولی بیست اولی بی اولی ای اولی گوش که ای خط گم نمیزنم گوش که علمت گفته که گوش که رقص میکنن دیسکاتیک تو 18 ساله را من اجازت های بیور دیسکاتیک تو در کجا تو 18 ساله را اجازت های الماز قطعی گم نمیزنم همین در تاجیکستان بودکو در دیسکاتیک نمیروند بودکو تا سنی 18 ساله در تاجیکستان دیسکاتیک نمیروند نه ممکن است ممکن نیست او بگو که والله بیلو تالله قسمه که نیسته من حاضی بطره در همیشه ویدیو میارم که در دیسکاتیک گولکو رقص دارم مشکل خانم گزارش اون تاجیکستان والله بیلو تالله من که اگه تو 18 ساله را و چوه اگه نه همو آچن علتایی که در دیسکاتیک میروند رقص بازی مینن حکومت نمیروه اشتراف شو نمیکنه یک مسلمانی که مسجد میروه که عید میروه حکومت میروه اونو را جریمه میکنه سوال الماس تا میدونی که در اینترنت چندین تعامل دیسکاتیک چی کمپیر خونه تو 18 ساله را بودگه اشتراف شون که اگیان تا میدونم میره ای زنی رامون کلی به ای زنی رامون الماس به اولی ای زنی رامون قطیمه گبزن به زنی رامون قطیمه گبزن گوش که به زنی رامون ولی گوش که به دشمن گذاره که همین آخری برنامه بس زنی رامون گوش که رامون نه میتونی گب زده میتونی یا نه میتونی گب زده یا نه نه میتونی گب زده یا نه اسدالله اگر بخوای که صحبت بکنی
خواهش میکنم همین آدم وره صحبت نه رمضان یک دوز در کیفی همون چی ای صد بار ای کو به سالیدان بوندگه برای نم قدر وجود نمیدونه چکنا بیا سالیدان شکدگی بالا بره بیا سالیدان دوشکم بیا بچه شما میتونه که صحبت بکنه آدم وره بچه ما را 600 700 نفر شید ما را بیننده هامون ولی تا حال ما 100 لایک نکردیم برادر عزیز بمونه همون لایکاتون در شما صدقه. خب اسدالله من چند دقیقه دیگه در برنامه هم تقریبا 15 دقیقه دیگه اگر آدم وره صحبت کنه به داشتم به تاخیر نومی محمد اقبال نگی نومی کبیری نگی نومی یگان کس کبیری از بعد 15 20 دقیقه برنامه داره بدرو اگر سوال داری پرابلم داری بره قدیش گپ بزن. خب اینا میریم خواهی بیو من قطعی خود گم من قطعی زنک نه اسدالله ای برای کی ای برای ای کسال ای زیدگی ای کسال ای زیدگی ما بس اسدالله سغرازی سالیدان شکیدگی ولی بس سالیدان شکیدگی گوش کولی اخیرا کی ای کو ای زن رحمانوف ای زن رحمانوف ای سالیدان شکیدگی برای به ما میبرم خیلی اینو در رمضان همین خیلی گپ ها میبرند بچه بیست شما در رمضان بچه و بعد ما با لوز شما